این ماه حدیثی را که نسائی در سنن خودش بیان کرده است که خیلی جایگاه این ماه را عمل زیبایی را بیان میکند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در این ماه انجام داد و خیلی ثواب بزرگ هم دارد. حضرت اسامه پسر زید رضی الله تعالی عنهما نقل میکند که قلت یا رسول الله، یک روز میگه با رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفتم لما اراک تصوم هذا الشهر. حضرت اسامه نظر میکند که در ماه شعبان رسول خدا صلی الله علیه وسلم روزه دارد. میپرسد یا رسول الله، به خاطر چی میپرسد؟ به خاطر دانستن فضیلت این ماه. چرا شما این ماه شعبان را روزه گرفتید؟ مقصدش پرسیدن همین بود که رسول خدا فضیلت این روز را برایش بیان کند. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاك شهر تغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت این ماهی که من روزه گرفتم ماه شعبان در بین ماه رجب و ماه رمضان است که فضیلت این ماه را بسیاری از مردم هستند که نمیدانند. بسیاری ها غافل هستند، نمیدانند که روزه در ماه شعبان چه ارزش دارد. در دوام حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم می‌فرماید و هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین و احب ان یرفع عملی و انا صائم. ای اسامه، میدونید چقدر فضیلت دارد این روزه گرفتن در ماه شعبان؟ این ماهی هست که عملهای بندگان خدا به سوی خدا برده می شود و بالا برده می شود و من دوست می‌دارم که وقتی که عملهای ما را به نزد پروردگار میبرند دوست می‌دارم که روزه‌دار باشم. حدیث صحیح هم داریم در همین از بخاری مسلم روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در روز دوشنبه و پنجشنبه روزه می‌گرفت و پرسیدن همین جواب است. در روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال بندگان خدا به سوی خدا برده می‌شود و من دوست می‌دارم که وقتی اعمال ما را عملهای ما را به نزد خدا می‌برند ما روزه‌دار باشیم. همین جواب را در ماه شعبان هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم به اسامه جواب می‌دهد. یعنی روزه گرفتن در این ماه شعبان چقدر فضیلت بزرگ داشته است. حتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان می‌کند من دوست می‌دارم وقتی عملهای ما را به نزد پروردگار میبرند دوست می‌دارم که روزه‌دار باشم. ام المؤمنین عایشه صدیقه مادر مؤمنها رضی الله تعالی عنها، همسر محبوب رسول خدا صلی الله علیه وسلم، در یک حدیث دیگری که هم بخاری روایت کرده است این حدیث را، هم مسلم روایت کرده است این حدیث را، می‌فرماید و ما رأیت اکثر صیاما منه فی شعبان. مادرمان ام المؤمنین مادر مؤمنها بیبی عایشه صدیقه روایت میکند این حدیث را که من نقل میکند که من ندیدم رسول خدا را که هیچ ماهی را چون شعبان زیاد روزه گرفته باشد. یعنی از همه ماه‌های دیده در شعبان روزه زیاد میگرفت رسول خدا صلی الله علیه وسلم. و حتی مادرمان بیبی عایشه صدیقه در حدیث دیگری باز بیان میکند که کان یصوم شعبان کله. رسول خدا صلی الله علیه وسلم همه شعبان را روزه میگرفت. این هم حدیث در بخاری و مسلم است. البته که علما میفرمایند که آنچنان حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم شعبان را روزه میگرفت، روزهای زیادش را، که حتی مادر مؤمنها
بیبی عایشه صدیقه همسر محبوب رسول خدا صلی الله علیه وسلم حتی گمان میکرد که شاید پیامبر همه شعبان رو چه روزه گرفته باشد. حالا که ما حدیث هم داریم، روایت داریم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم هیچ ماه را کاملا روزه نگرفته است بجز ماه شریف رمضان. اما که آنچنان ماه شعبان را روزهای زیاد روزه میگرفت، مادر ما گمان کرد شاید که رسول خدا صلی الله علیه وسلم همه شعبان را روزه گرفته باشد. و این چنین علما میفرمایند که روزه ماه شعبان حتی از روزه ماه‌های حرم که ذوالحجه و ذوالقعده و رجب و محرم است حتی که ثوابش زیاد است. این سخنهای علما هست. اما یک نکته دیگر را برایتان بیان کردنی هستم، از فرصت استفاده برده. اما رسول خدا صلی الله علیه وسلم روزهای آخری ماه شعبان روزه گرفتنش منع میکرد. بعضی شعبان میآید 29، بعضی وقت میآید 30. همین روزهای شک میگویند در فقه اسلامی، همین ها را روزه گرفتنش منع میکرد. 2 روز پیش از رمضان روزه نگیرید میگفت رسول خدا صلی الله علیه وسلم. این چنین با یک روایتی داریم از مادرمان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که مادرمان بیبی عایشه صدیقه میگفت که من آن روزهای رمضان را که با علت با سببهای شرعی قضا کرده بودم، قضای اون را در ماه شعبان ادا میکردم. پس خواهران و مادرانی که در خانه هستند اگر که قضایی دارند شما بیان کنید که بهتر خوب می شود که در همین ماه شعبان رمضان نیامده اما قضاگیاشون بگیرند. هر کسی که میتواند اگر روزه قضا داشته باشد تا به رمضان نرسیده روزه قضاگیش بگیرد، در ماه شعبان بگیرد، خیلی ثواب دارد، هم از فضیلت این ماه و هم قضاش ادا می شود. پس برادران عزیز، از پیش ماه مبارک رمضان است. اگر عادی کرده گوییم، اگر ما یک خرسندی داشته باشیم یا یک نفر خیلی برایمان ارزشمند اگر بگوید که من خانه شما فلان روز مهمانی میروم، ما چیکار میکنیم؟ قریب 1 هفته آمادگی میگیریم. همین است تا که مهمانی ما از خانه ما خرسند برآمده رود، عزتش به جا بیاید گفته. برای همین گفتنی هستم که چند روز بعد ماه رحمت و مغفرت با تمام فضیلتش مهمان هر یکی ما و شما هست. ماهی هست سر تا پا فضیلت و رحمت و مغفرت دارد. اولها رحمت و اوسطها مغفرت و آخرها عتق من النار. سر تا پا رحمت است، مغفرت است، آزادی از چه است؟ از آتش جهنم. در این ماه مبارک خداوند تمام درهای بهشت برای بندگانش گشاده می‌کند. تمام درهای دوزخ خداوند قلف می‌زند. اون دشمن اشدی فرزند آدم که شیطان علیه لعنه است او را به زنجیر می‌کشد. این همه نعمت است. این همه نعمت‌های ماه شریف رمضان است. ببینید چقدر نعمت‌های بزرگ است. و فراموش هم نکنیم این ماه شب دارد که او را شب چی میگویند؟ شب قدر. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. عبادت یک شب زیاد است، خیر است، بهتر است از عبادت 1000 ماه. این همه فضیلت برکت این ماه مبارک است که ما انشاءالله که در انتظار او هستیم. پس بر ما و شما لازم است باز میگویم به قبول چنین مهمان آماده باشیم تا از این همه فضیلت های این ماه خداوند ما و شما را نصیب می‌گرداند. خب چگونه آمادگی؟ چگونه آماده باشیم؟ اولا قلب های خود را پاک کنیم از کبر و غرور، از کینه و کدورت.
اخلاقهایمان را زیبا کنیم، اخلاقهای حمیده را به خود کسب کنیم. اگر خدای نخواسته کسی را رنجانده باشیم، عذر بپرسیم، یکدیگر را ببخشیم، جای کینه و کدورت را با محبت و دوستی عوض کنیم، در قلبهایمان محبت یکدیگر را پرورش بدهیم. اگر خدای نخواسته با کسی قهری باشید، حتما آشتی کنید، حتما آشتی کنید. حتی که در حدیث است از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که در شب قدر خداوند جمعی بندگانش را میبخشد مگر چند نفر را. یکی از آن کسی هست که با یک برادر مسلمان شیعه است قهری است. شخصانی که قهری باشند خداوند آنها را نمیبخشد. حتی که میفرماید در حدیث قدسی است انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، منتظر شوید تا اگر اینها با هم آشتی نشوند، صلح نکنند، جای کینه و کدرت را بر محبت و دوستی عوض نکنند، من اعمال اینها را قبول ندارم. نمازش را قبول نمی کند، روزش را قبول نمی کند، حجش را قبول نمی کند، هیچ عملش را قبول نمی کند. حتی اعمال او در روز دوشنبه و پنجشنبه به نزد خدا برده نمی شود. همین حدیث از سخنی گفتم از همین حدیث است. انظروا هذین حتی یصطلحا، نیارید نامه اعمال اینها را به نزد من نیارید تا اینها با هم صلح نکنند. پس مقصد از اسلام هم همین است، مقصد از نماز و روزه و زکات و حج هم همین است، ایجاد محبت در بین من و شما. هر کسی که نسبت یک برادری مسلمانش کینه دارد، درهای بهشت بر رویش پوشیده است. کسی که قهری باشد، قهرگی را که شریعت اسلام بیان میکند از 3 روز باید زیاد نباشد. در یک روایت خواندم 2 نفر با هم قهری هستند، از 3 روز گذشت، هر کدامش که اگر بیمورد از دنیا به ایمان رفته است. خداوند پناه دهد. این همه تأکید برای همین است که ما و شما باید یکدیگر را دوست بداریم، احترام کنیم، محبت داشته باشیم. پس یکی از عبادتی که محبت را در بین مسلمان ها ایجاد میکند ماه شریف رمضان است. آمدن شما برای هر یک شما انشالله که تبریک میگیم. هفته دیگه هم با کمی هم باشد در این باره صحبت کردنی هستیم درباره فضیلت و برکت این ماه بزرگ. خب خداوند شکرانه میکنیم.